یه ظرف نوتلا یا شکلات صبحانه چقدر قند داره؟ می‌خوایم اینو با هم دیگه چکش بکنیم. ببینید یه ظرف کوچیک 180 گرمیه، طبق چیزی که روش نوشته هر 18 گرم یک قاشق غذاخوری یا خدا 10 گرم قند داره. اینو توی جدولش هم نمیدونم توی فیلم میفته یا نه. حالا بریم حساب کنیم ببینیم 180 گرم که 10 تا قاشق غذاخوری طبق جدول خودش بشه. هر قاشق غذاخوری هم که گفته 10 گرم قند داره، پس 100 گرم قند داخل این 180 گرم شکلات صبحانه هست. بریم ببینیم 100 گرم قندش چقدر میشه. جا نداره دیگه. انقدر قند توشه. 100 گرم. پس حواسمون رو بدید چی میخوریم. تازه غیر از 100 گرم قندش یه داستان دیگه هم داره به اسم روغن گیاهی که یعنی اون از 180 گرم 80 گرم هم روغن گیاهی. نمیدونم واقعا داریم چی میخوریم. پس مراقب سلامتیتون باشین. این همه قند برای ظرف کوچیک شکلات صبحانه.